به دنبال همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان با جهان، مرکز مطالعات و استراتژیک وزارت امور خارجه امارت اسلامی فردا سه‌شنبه میزبان نشست مهم منطقه‌ای با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان خواهد بود. وزارت امور خارجه در خبرنامه‌ای گفته که در این نشست درباره موضوعات مهم چون اتصال منطقه‌ای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی به صورت همه‌جانبه بحث و تبادل نظر خواهد شد. این وزارت امیدوار است که این نشست فصل تازه‌ای را در راستای تقویت اعتماد متقابل میان افغانستان، آسیای مرکزی و آذربایجان و گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی و تأمین ثبات پایدار و رفاه مشترک در منطقه بگشاید. تدویر چون نشست‌های مهم منطقه‌ای می‌تواند در قسمت حل چالش‌ها برای افغانستان و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان در سطح منطقه و بین‌المللی و همچنان گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی، تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای بسیار نقش مهم داشته باشد که این مسائل همش فردا در این سمینار یا نشست منطقه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت و در هر صورت حمایت کشورهای منطقه از افغانستان فعلا بسیار مهم باشد. در این نشست پژوهشگران و مقام‌های بلندپایه از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و آذربایجان حضور خواهند داشت. همزمان با این، سهیل شاهین سفیر امارت اسلامی در دوحه بر حضور نماینده امارت اسلامی در تمامی نشست‌های منطقه‌ای تاکید کرده و آن را مهم و ضروری دانسته است. آقای شاهین باورمند است که نمایندگان امارت اسلامی می توانند به خوبی از افغانستان نمایندگی کرده و واقعیت‌های موجود در این کشور را به صورت دقیق و جهانیان بازتاب دهد. ما میتونیم که بگوییم باید برای افغانستان حضورشان در همه نشست ها فراهم شود تا بتونه افغانستان از خود موضع‌گیری داشته باشه و به خاطر رفع چالش ها امارت اسلامی دست به کار شود و با دنیا همکاری بکنه و دنیا با امارت اسلامی همکاری بکنه که میتونم گفت که این در یک قسم نشست ها حضور امارت اسلامی حتمی و ضروری است. در سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز درباره تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تا 17 جون سال روان میلادی رأی‌گیری کند. در خبرنامه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که پیشنویس قطعنامه جدید پس از هفته‌ها مذاکره میان اعضای شورا تهیه شده و انتظار می‌رود با حمایت اعضا به تصویب برسد. رأیگیری درباره تمدید مأموریت یونما از سوی شورای امنیت سازمان ملل در حالی است که پیش از این امارت اسلامی گفته بود که یونما نتوانسته واقعیت‌های عینی افغانستان را بازتاب دهد و در حل مسائل افغانستان و نزدیکی این کشور با جهان ناکام مانده است.